سلام بچه ها، به اولین ویدیو درست حسابی من خوش اومدید که فکر میکنم این ویدیو درست حسابی باشه، شاید هم نباشه. من تو این ویدیو قراره از 13 تا ویدیو یوتیوبی که تماشا کردم و تحقیق کردم در موردش راجع به بحثی به اسم پورن خودارضایی با هم صحبت کنیم که خودم هم 8 سال تجربهش رو داشتم و پر مخاطب ترین و داغ‌ترین موضوعات رسانه است. هر کسی هم تجربه خودش و راهکارهای خودش رو میگه و من تصمیم گرفتم که بین این همه ویدیوهای مؤثر رو جمع آوری کنم و همه رو ببینم، در نتیجه خلاصه اینا رو به شما ارائه بدم. اول باید مفهوم اراده رو بفهمیم. اراده یعنی میزان تاب‌آوری ما در مقابل کارهایی که علاقه به انجامشون نداریم. دیوید گاگینز در مورد اراده چی میگه؟ دیوید گاگینز میگه که من چون از دویدن متنفرم هر روز صبح بلند میشم و میرم میدوام. یعنی چی؟ یعنی اراده چیزی که ما دوست نداریم ما انجام میدیم یا چیزی که دوست داریم رو به تأخیر میندازیم. آقا انرو هیبرمن هم دقیقا همینو میگه. ما وقتی کاری که دوست نداریم رو انجام میدیم قشر میانی قدامی مغز ما تقویت میشه که در افراد چاق کوچیک و افراد فیت و ورزشکار بزرگتره. اما حواستون باشه کاری که دوست ندارید رو انجام میدید این بخش مغز بزرگ میشه. یعنی شما اگه ورزش رو دوست دارید و با لذت انجامش بخش قشر میانی قدامی مغزتون بزرگتر کنه. کاری که دوست ندارید مثل خوندن درس ریاضی، مثل خوندن فیزیک، مثل ورزش های سخت، حتی شما مثلا یک ورزش به قول خشایار شما یک ورزش زون 2 میکنید همیشه مثلا یا زون 3، شما یک دفعه مثلا بیاین زون 4 یا 5 انجام بدید. مثال میگم، نه همیشه، برای همه صدق نمیکنه. به مفهوم دوپامین رو با هم بفهمیم. دوپامین یک انتقال دهنده سیستم عصبیه، یعنی یک هورمون لذت نیست که خیلی‌ها میگن، یک انتقال دهنده عصبیه که میتونه به یه سری چیزا حساس باشه، به یه سری چیزا نباشه و وقتی که ما ازش کار زیاد بکشیم میتونه بی‌حس بشه و انگیزه رو از ما بگیره، حس لذت رو از زندگیمون بگیره و باعث بشه که خوشحال نباشیم، که در جلوتر بیشتر توضیح میدیم در موردش. حالا چجوری ما اراده‌مون رو تقویت کنیم؟ اراده هم مثل یک عضله میمونه که میتونی ورزیدش کنی. میتونی 10 دقیقه کاری که دوست داری رو تأخیر بندازی یا 5 دقیقه کاری که دوست نداری رو انجام بدی. پورن سیستم پاداش مغز ما رو که همون دوپامین بود رو مورد هجوم لذت‌های فوق‌العاده زیاد و غیر طبیعی قرار میده. که هیوبرمن راجع به دوپامین یه چیز جالب میگه. میگه دوپامین یک ارز بیولوژیکیه بین ما انسان‌ها و وقتی که ما میتونیم این ارز رو با کارهای سالم و مؤثر خرج کنیم خیلی حتی لذت بیشتری به ما میده. اما وقتی با کارهای سریع و کارهایی که دسترسی راحتی به ما دارن انجام میدیم، خب 100% این سیستم، این ساختار آسیب میبینه. چرا درگیر پورن میشیم؟ بعضی از روی بی‌حوصلگی، بعضی از روی بیکاری، بعضی از چیزی فرار میکنن، از یه سری احساسات، از یه سری شکست‌ها، ناکامی‌ها. برای هر کسی منحصر به فرد و بر اساس شخصیت خودشه. نمیتونی یه نسخه برای همه بپیچی. همینطور راه حلم برای هر کسی متفاوته. یکی مثلا یک مسیر معنوی رو میره و دیگه از پورن کنده میشه. یکی یک مسیر مادی رو میره. یکی تراپی میره، راهگشا میشه مشکلش. خیلی‌ها بعد پورن درگیر گناه یا شرم میشن. یعنی خیلی وقتا پورن یا خودارضایی مشکل اصلی نیست. مشکل اصلی اون شرم یا حس گناهیه که ما ازش میگیریم. یعنی باید اون شرمه رو، اون احساسه رو ما حل کنیم. مشکل یه جای دیگه است. ما این پورن و خودارضایی داریم مشکل میبینیم، در حالی که مشکل این طرفه. به هر حال مقصر ما نیستیم، مقصر اون شرکت ها و اون روانشناسا و اون کارشناسایی هستند که همچین ایده‌ای دادن و همچین چیزایی برای ما ساختن. ما فقط قربانی و مصرف کننده و باید اینو قبول کنیم تا از حس شرممون کمتر بشه. اگر تکرارش زیاد باشه، روزتو به هم بریزه، روتینتو به هم بریزه، خوابتو به هم بریزه، این میتونه خیلی آسیبزا باشه.
و متاسفانه تبلیغات و تشویقاتی هم از جامعه‌های خارجی میگیریم که اونو تشویق میکنن یا حتی سافت پورنو که بهش میرسیم. تو یکی از پادکست ها خیلی جالب بود برای من، میگفتش که ما یک هپینس داریم یا چیرفولنس، خوشحالی یا شنگولی. دوپامین جزو چیرفولنسه، یعنی لذت آنی به ما میده، این خوبه. اما وقتی یک فعالیتی راحت و بدون تلاش باشه ما رو مجبور میکنه برای پایداری اون دوپامین دوباره انجامش بدیم و این سیکل اعتیاد رو میسازه، در حالی که هپینس یا همون خوشحالی یک لذت پایداره، مثل یک نبض میمونه یا همون هورمون سروتونین که در طولانی مدت به ما لذت میده. اما دوپامین به ما در همون لحظه دوپامین میده و دوباره میاد پایین، مثل یک نمودار میره بالا میاد پایین و ما دوباره باید لذت داشته باشیم در اون لحظه که دوباره بره بالا. آقای گابورمته که تخصصش اعتیاد و تروما بوده در مورد اعتیاد میگه که اعتیاد مشکل نیست، بلکه تلاشی برای کنار اومدن با یک درد عاطفی یا روانی عمیق‌تر هست. فروید پدر روانکاوی دنیا میگه که رفتار جنسی فرد نشون دهنده بقیه الگوهای رفتاری اونه. ما سافت پورن هم داریم که از پورن خطرناکتره. به جای تموم شدن یک باره در بازه‌های زمانی مختلف باعث تغییر سیستم مغز ما میشه. یعنی شاید تو یک بار پورن ببینی خودارضایی کنی تموم بشه دیگه، میره به هفته بعد یا ماه بعد. اما سافت پورن تو هر وقت گوگل رو باز میکنی، یوتیوب رو باز میکنی، رسانه ها رو باز میکنی، مخصوصا اینستاگرام و توییتر رو باز میکنی، بدنهای نیمه برهنه رو میبینی. یعنی چی؟ یعنی مغز تو سیستم پاداش تو رو قلقلک میده که بری خودارضایی کنی یا بری پورن ببینی. به میگن سافت پورن که حتی از خود پورن هم خطرناکتره و باید مدیریتش کنیم. یکی از کارهایی که پورن و سافت پورن میتونه با مغز ما بکنه دستکاری توقعات و انتظارات جنسی و حتی شاید عاطفی ما باشه، مخصوصا در جوانها و نوجوانها، و خیلی باعث میشه که به سمت روابط بین فردی یا عاطفی واقعی نریم و تلاش نکنیم و در نتیجه اعتماد به نفس و عزت نفس پایینی داشته باشیم، حتی به طور پنهان یا غیر پنهان یا مستقیم. آیا خودارضایی هم بده؟ نه لزوما. اتفاقا بدن ما گاهی نیاز داره که به ارضا بشه، اما باید کنترل شده باشه، نه همیشه. احتباس اسپرم چیه؟ یک چالنجی رو افتاده بود به اسم احتباس اسپرم. راستش احتباس اسپرم واقعیه اما فوایدش نه. فواید و وعده‌هایی که راجبش میدادن مثل تستوسترون بالای دائمی یا قدرت عضلانی و استقامت بیشتر، ممکنه اینا ذهنی باشه، انرژی ذهنی بیشتری بده، اما نه لزوما فیزیکی. بیشتر باوری و از بعد معنوی هست، نه علمی، نه فیزیکی. خب پس ما با این احساس گناه و شرم چی کار کنیم؟ ببینید این احساس یه احساس درونیه که از درون شما میاد و هیچ کس جز شما از درون خودتون خبر نداره. باید ریشه‌اش رو پیدا کنی. اگر نمیفهمی احتمالاً به یک دوست قابل اعتماد نیاز داری که به حرفات گوش بده بدون قضاوت، یا حتی تراپی بری برای شناخت احساسات، باورها و ارزش‌های شخصی درونیت، یا حتی مثل احساسات سرکوب شدت که موقع پورن توی قشر پیشانی جمع میشه و بی‌حس میشه، ولی بعد گذشت یک زمان و مدتی دوباره برمیگرده این احساسات سرکوب شده. خب در آخر چی کار کنیم؟ مهمتر از همه با فیل لجبازی نکن. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی با یک فیل لجبازی میکنی خب زور بیشتر میزنه، بیشتر با شما لجبازی میکنه. شما هر چقدر جلوی وسوسه رو بگیری فردا شب پس فردا دوباره بالاتر میاد، قویتر میاد درون شما. خب باید چی کار کنیم؟ باید بدونیم که اون انرژی، اون شهوتی که از ما میخواد کنده بشه هست. خب چرا یه جور دیگه خرجش نکنیم؟ به قول چنل قدرت کلام تو یوتیوب میگفتش که اگر از شما پولی قرار دزدیده بشه خب چرا همون پولو نرین صرف یک قهوه کنین یا صرف یک محصولی برای خودتون بکنین، یک خریدی بکنین باش. بالاخره قرار اون پول دزدیده بشه، خب چرا یه جور دیگه خرجش نکنین؟ در کل ما شهوت‌های مختلفی هم داریم. شهوت فقط شهوت جنسی نیست. ما شهوت
خواب داریم، غذا داریم، عرضم به حضورتون سیگار داریم، کلی از اینا داریم. اما خطرناکترین شهوت موفقیته که باعث میشه آدم خودشو با بقیه مقایسه کنه، که احتمال زیاد در مورد این شهوت و موفقیت هم ویدیوهای بیشتری بذاریم. تمرین به تعویق انداختن یعنی چی؟ یعنی شما 1 الی 2 بار در روز رو یه زمانی مشخص کنی، مثلا 6 عصر یا 12 شب، و فقط تو این بازار خود ارضایی کنی و یا پورن ببینی. یعنی به مغزت گفتی که من میگم که چیکار کنیم، نه تو. سعی کنید بیشتر سمت صبح یا ظهر نباشه، چون که اون موقع که شما تازه از خواب بیدار میشین، تازه سیستم پاداش مغزتون، سیستم دوپامینتون فعال شده و فوق العاده حساس اون موقع. برای همین میگن که هم از خواب بیدار میشین قهوه نخورین، چون همچین قضیه‌ای میتونه باعث بشه که شما کل روز، بقیه روزو خسته باشین. یا حتی اگه دیده باشین کسایی که هم از خواب بیدار میشن همون موقع گوشی رو برمیدارن و تو اینستاگرام میچرخن، چون باعث میشه که کل دوپامینشون در همون موقع، در همون زمان خرج بشه و کل روز رو دیگه خسته باشن. یک راه برای تنظیم احساساتتون پیدا کنید. بی‌معنایی با پورن یک رابطه خیلی عمیقی داره، تنگاتنگی داره. تنها راهش هم تنظیم احساسات و معنا پیدا کردن توی زندگی. راه حل چیه؟ راه حل یا میتونین تراپی برین، یا اگر به هر شرایطی، به دلیل هر شرایطی نمیتونین تراپی برین، میتونین ژورنال کردن رو شروع کنین. ژورنال چیه؟ ژورنال همون خاطره نویسی، دفتر خاطرات خودمونه که در مورد اونم ویدئویی خواهیم ساخت. راه حل بعدی ورزش و رژیمه. خلق و احساسات ما با سروتونین و دوپامین خیلی ارتباط قوی دارن و سروتونین هم با روده و بخش گوارشی بدن ما ارتباط قوی داره. یعنی شما رژیم رو حتی رعایت کنید و ورزش بکنید، نصف راه رو رفتید. یک کار انتخاب کنید که افتخار و دستاوردهایی برای شما داشته باشه. یک تخصص، یک کار معنادار، یک رشته، یک ورزش. میتونه یک کلاس موسیقی باشه، میتونه یادگیری یک ساز باشه که برای شما هدف میشه تا بتونید در آینده به طور مثال یک نوازنده بشید، یک خواننده بشید و خودتون به خودتون افتخار کنید. میتونید ورزشکار حرفه‌ای بشید. سواری روی موج امواج، مشاهده افکار و احساسات. خیلیاتون با مدیتیشن آشناین. خیلی هم نمیخوام راجع به این توضیح بدم. مدیتیشن چیز عجیب غریبی نیست. همین که شما بشینید یه جا و هیچ کاری نکنید، صرفا چشاتون رو ببندید، به بدنتون و تنفستون دقت کنید، همین باعث میشه که شما دید مشاهده گریتون قوی تر بشه. در نهایت نظر شخصی من، ببینید ما توی عصری داریم زندگی میکنیم که اطلاعات تا دلتون بخواد ریخته، دانش عمومی تا دلتون بخواد ریخته، کلی AI هوش مصنوعی هم هست و کلی ویدیو هم وجود داره توی این دنیا و تا دلتون بخواد ما دانش میتونیم کسب کنیم، اطلاعات کسب کنیم و همون طرف طیف هم میتونیم متوهم بشیم. اما مهمترین دارایی های انسان مدرن ارتباطات، تمرکز، توجه و زمانشه. یادتون باشه وقتی میگم ارتباطات یعنی ارتباطات مؤثر، ارتباطات سالم، ارتباطاتی که شما رو میتونه رشد بده، میتونه شما رو از اون نقطه راحت، نقطه امن خودتون بکشه بیرون. راجع به این ارتباطات و بخوام بگم قبیله انسان بهتره، چون اون زمان انسان اولیه ما قبیله داشتیم. راجع به اینا آقای آذرخش مکری خیلی صحبت داشته که بهشون گفته اپیدمیک انوایرمنت، که بحث مفصلیه و باید یه ویدیو دیگه در مورد اون بسازیم. خلاصش اینه که اینا باید جای درستی خرج بشن به نظر من
ولی متاسفانه سوشیال مدیا، پورن و دنیای دیجیتال جوری مهندسی و طراحی شدن که من و تو رو درگیر خودشون کنن، مثل سیاهچاله فضایی توی خودشون بکشن. ولی به هر حال بدون مشکل از تومن نیست، مشکل از اون شرکت هاست، از اون طراح هاست، از اون کارشناسا و روانشناس هاست. در نتیجه طبق ارزیابی و تحقیقات من، خودارضایی کنترل شده، توجه کنید، کنترل شده و گهگاهی میتونه حتی برای بدن مفیدم باشه. به نوبه خودش بد نیست، بلکه اون پون و احساس شرمی که بعد خودارضایی همراه ماهه میتونه ما رو دچار مشکل کنه، چون این قوای جنسی باید با بو، لمس و احساس انفرادی به پارتنرمون باشه. اما این دنیای دیجیتال احساس و واقعیت رو از هم جدا کرده و باعث شده که فقط با 2 تا از حواسای پنجگانمون این لذت رو تجربه کنیم و خب این واقعی نیست. من برای این چنل خیلی برنامه‌های زیادی دارم، ولی واقعا به حمایت شما نیاز دارم برای انگیزه، برای ادامه دادن تو این چنل و برای اینکه بدونم که چند نفر هستن که ویدیوهای منو میبینن و تشویقم میکنن. مرسی که هستید، مرسی که کامنت میذارید، لایک میکنید. کلی موضوع اینجا نوشتم که قرار در موردشون توی ویدیوهای دیگه صحبت کنم. شاید یه نظرسنجی هم بذارم توی کانال تلگرام در موردش، حتما اونجا هم عضو باشید، لینکشو میذارم. مرسی که تا اینجا همراه هم بودید و به حرفام گوش دادید و وقت گرانبهاتون رو برای من گذاشتید. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.